در هر سو که می‌خواهی نگاهی به مردم بیفکن. آیا جز تویی دستی که از فقر رنج می‌کشد، یا توانگری که به جای سپاس از نعمت خداوند راه کفران در پیش گرفته، یا تنگ چشمی که بخل به حق خداوند و نپرداختن حقوق الهی را سبب فراوانی دارایی خود پنداشته، یا گردنکشی که برای شنیدن اندرز گویی گوشش سنگین است کسی را می‌بینی؟ کجایند گزیدگان و نیکان شما؟ کجایند آزادگان و بخشندگانتان؟ کجا رفتند آن پارسایان در کسب و کار و پاکیزگان در راه و رفتار؟ آیا چنین نیست که همگی از این جهان پست و زود گذر و ناخوش کننده خوشی ها کوچ کردند؟ آیا جز شما بر جا مانده است؟ آنان در میان گروهی مردم سفله و حقیر و بی‌مقدار و غیر قابل نام بردن که لبها جز به نکوهش آنان از هم باز نمی شود و انا لله و انا الیه راجعون.